بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب وقت سحر بیاد رفتگان بودم، بیاد اون مادر ایمان، بیاد اون پدر با تقوا، یاد پدر و مادرم افتادم. دیدم خدایا اون چیزی که در سوره کهف خداوند متعال اون بچه ها رو حفظ کرد. اشو یتیم سوره کهف که بود دیگه، گنجشون رو خداوند براشون حفظ کرد. میدونه حکایت رو خداوند به ما گفت، نگفت که اونا آدمای خوبی بودن، بچهای گلی بودن فلان، نه، کان ابوهما صالح. چون پدرشون آدم درستی بود خداوند بچه ها رو حفظ کرد. حفظ فرزندانت عزیز من، آینده فرزندانت تو این نیست که براشون حساب بانکی درست کنی ورم بذاریش، تو این نیست که براشون 100 هکتار زمین به میراث ببری. نه، اگه میخوای آینده بچه‌هات رو حفظ کنی خودت رو درست کن، با طاعت و عبادت آینده بچه‌هات رو بخر. تجربه‌ای که خودم تو زندگی داشتم از این پدر و مادر گلم، خدا رحمتشون کنه. الهی بار الها قبرهای پدر و مادر من و قبرهای پدر و مادرهای شما عزیزان، اجداد و آبامون، همه رفتگامون، خداوند متعال قبرهاشون رو باغچه‌ای از باغچه‌های بهشت بکنه. خداوند متعال از گناهان و کوتاهی‌هاشون در بگذره، به عظمت و فضل خودش این میهمانانشون رو ازشون میهمان نوازی بکنه. ما 2 خونه داشتیم، وضع اقتصادی چندان خوبی هم نداشتیم، اصلا طبقه متوسط جامعه بودیم. پدرمون کارمند. تو یکی از این خونه‌مون خودمون می نشستیم، یه خونه رو بابام میداد کرایه. یادم میاد وقتی کسی می اومد کرایه، یه کرایی بابا میگفت که تقریبا همون بازار بود، شاید از بازار یه کم گرونتر. طرف می اومد میگفت آقا حاجی این کار نکن، بیا 12 نشه 10 حاضرم بدم، من میتونم 10 بدم. پدرم میگفت 12 میدی بفرما، نمیدی نمیخوام. خب من هر طرف مجبور بود که بده. میاد میگفت خب بده. میومد مینشست خونه ما، 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه، ماه به ماه بابا پولشو ازش میگرفت. بعد از چند ماه که میگذشت، بعد صداش میکرد خونه، میومد ازش چی میکرد، پذیرایی میکرد از کرایه نشین. اون پولی که گرفته بود ازش 5-6 ماه، الان بعد از 5 ماه 60,000 شده. این 60,000 رو میداد بهش، میگفت فلانی این 60,000 پول کرایه این چند ماهی که من با صد جمع کردم. من فقط این پول رو ازت میگرفتم تا تو این حس رو به وجود بیارم که تو میتونی از همون درآمدی که داری این مقدار رو ماهیانه بگیری بیرون. این 60 تاست، اینا رو بگیر پیش خودت، از الان شروع کن پول بذار روش، در تاریخ فلان اینقدر پول خواهی داشت، اون وقت برات زمین میخریم. از همون روز بابا در فکر این بود که برای این آقا زمینی پیدا بکنه. تشویقش میکرد تا زمین پیدا میشد. بعد دیگه شروع میکرد به ساخت و باختیم. هر کسی وارد این خونه ما شد بعد از چند سالی صاحب زمین شد. و وقتی هم از این خونه جالب بودم که بین این خونه ما و خونه دیگه‌مون دیوار بود و یک در بود. تا به اصطلاح چی می اومد، یک مستاجر جدید می اومد، ما این در رو میکندیم، این دیوار رو میبستیم. بعد از 1-2 ماه دیگه از همسایه و این ور اون ور روابط اجتماعی و خانواده و اینا رفت آمده، اونا خبر میشدن که بین این 2 تا خونه در بوده و در اونجا گذاشته. بعد می اومدن خواهش و تمنا میکردن که بیایید همین در رو بذارید. باز بابا مامان قبول میکردن، این در رو میذاشتن. همیشه هر کسی توی خونه ما مینشست جزی از خانواده ما میشد. رفت توی در رو باز میکردیم و فلانه. یک خانومی که چند روز پیش وفات کرد از جمله همین خانما بود که یادم میاد وقتی که پدر مادرم اینا رفته بودن روستا،
این می اومد واسه ما غذا داد. من بچه مدرسه‌ای بودم میرفتم می اومدم غذا آماده نمیدونم فلان، همین خانومه همه این کارا رو میکرد. یه خانم با ایمان و با تقوایی بود که نگو. همشون هر کسی وارد این خونه شد این چنین بودن و هر کسی وارد این خونه شد صاحبخونه شد. یه روز من به بابام گفتم بابا خدا رحمتش کنه عجیب انسانی بود. گفتم بابا ببین ما وضع حالمون اینطوری نیست که یعنی کرایه یه خونه رو این مبلغ رو ما همینجور صدقه بدیم. یعنی کمکش بکن، کمک کار خوبیه. من هم مثلا آدم فهمیده و نمیدونم دینداری بودم. گفت پسرم من این کارو واسه شما میکنم. بابام تو جوونیش ظاهرا کرایه نشین بوده و تو کرایه نشینی سختی ها کشیده، نمیخواست، یا سختی ها خودش کشیده یا از دیگرها دیده نمیدونم، اما به هر حال نمیخواست که ما وقتی اگر روزگاری کسی از ما کرایه نشین شد اذیت بشه. حالا انعکاس این تو زندگی من چه بود؟ من تا حالا از وقتی ازدواج کردم شاید بیش از 15 تا خونه عوض کردم، بیشتر، و هر بار خداوند متعال به من خونه ای داده از قبلیش بهتر بوده. همیشه تو زندگی برادران خواهرام نپرسیدم، اما بیشترشون خونه دارن، بیشترشون شاید بیش از یه خونه دارن. این اونا میدونند و مثلا انعکاس این اصلا اونو از این خبر دارن، چون این رابطه بین من و بابام بود. انعکاسش رو من تو زندگی میدونم. ما تو خونمون 2 تا یخچال داشتیم. یه یخچال خودمون استفاده میکردیم، یه یخچال رو کاملا مامام گذاشته بود مادر برای چی؟ برای توی منطقه ما مهاجرینی از افغانستان اومده بودن، جهاد بود بر علیه روسیه، برخی از خانواده‌های مجاهدان به منطقه ما اومده بودن و در اونجا سکونت داشتن، بچه‌هاشون تو جهاد بودن، بعضیاشون کار و زندگی میکردن. به هر حال وضع اقتصادی خوبی نداشتیم. مناطق ما گرمسیره، مهمترین چیزی که تو تابستون همه نیازش دارن یخه. همه این خانواده‌های واسه افغانی که دور بر ما بودن می اومدن چیزی می داشتن توی یخچال ما میذاشتن. وقتا یخچالا خیلی اون بود و یخ میذاشتن واسه خودشون. هر کسی واسه خودش ظرفاشو داشت و یخ میذاشت و وسایلی میذاشت. و دختر بچهای کوچولو می اومدن هر وقتی. بعد مادر چیکار کرده بود؟ روی در تا بچه‌ها در نزنن و مثلا شاید کسی نباشه تو خونه، یا برن دیر در باز کنن، یا بچه‌ها ما مثلا اذیت بشیم یا بار دو بار در باز کنیم. نه، برای اونها یه تنابکی گذاشته بود که هر که وقت اومدید تنابه رو بکشید بدون اجازه، بیایید چیزی میخواید تو یخچال بذارید، چیزی میخواید بردارید برید. اما واقعا این بچه‌ها چقدر ادب داشتن، همیشه در میزدن، بدون اجازه نمی اومدن. اون تنابه کن یادم نیست که یکی از این بچه‌های مثلا افغانی بیان اون تنابه رو بکشن. با ادب بودن. اگر هم درو باز میکردن 100 بار الله اکبر میگردن، صدا میزدن تا بفهمن که کسی تو راه نیست یا نمیدونم ما اومدیم. در حال یه روز من به مادر گفتم مادر جان، به جای اینکه اینا اذیت بشن برند بیان، چرا همین یخچال رو ندی به همین خانواده ها، اینا که همشون با هم همسایه‌ان تقریبا، مثلا زیاد فاصله ندارن، بدی به یکیشون، هم خیال ما راحت میشه هم برای خودشون بهتره. گفت نه پسرم، نه، اگر من این یخچال رو بدم به یکی از این خانواده ها مال اون میشه، دیگرها شاید روشون نشه برن پیششون، یا شاید اون اصلا نده، اجازه نده. نه، بذار این مال همشون باشه. بیشتر نداریم، من یکی رو داریم. اگر میدونستیم واسه هر یکیشون یخچال بخریم اون یه حرفه بود، اما الان یکیه. بعدش اینا وقتی میان مادر میرفت همین بچه‌ها رو میبوسید، چیزی اگر بود بهشون میداد، بعد ازشون میپرسید تو خونهشون چی دارن، غذاشون چی. همیشه از غذایی که تو خونه ما بود به همه اینا کمی چیزی میداد. اگر چیزی می بود خرمای بابا می آورد، انگوری چیزی از باغ اینا می آوردن به همهشون میداد. اخبار خانواده های اینا رو داشت.
کدومشون مریضی دارن دارو میخوان، کدومشون مشکلی دارن، کدومشون غذا ندارن فلان. اینا به این صورت کمک میکنه. همیشه به من میگفت حرف قرص از بچه بپرس. من از این بچه ها میدونم که توی این خانواده ها چه نیازهایی هست و چون که اینا اینقدر انسانهای قنوعی بودن که هیچ وقت سوال نمیکردن، نمیگفتن ما چیزی کم داریم. گرسنه بودن چی باشه کمی گرسنه میخوابیدن، اما به کسی چیزی نمیگفتن، سوال نمیکردن. مادرم به این صورت میفهمید که اینا چی مشکلات دارن، مشکلاتشون رو برطرف میکرد. خدایا از حتی در روی دنیا خداوند متعال نمیخواد ما یه چیزی بگیم یه کاری کرده باشیم بالا دستی داشته باشیم. نه، تو همین دنیا از جنس همون عبادتی که داریم خداوند متعال به ما میده. الان چند ساله که از زندگی من میگذره. تو این زندگی شاید من یه بار یخچال خریده باشم. خب چند تا یخچال ما استفاده کردیم، تو چند کشور رفتیم، تو چند جا رفتیم. یخچالی که من همین که یخچال برای من هدیه می اومد. الانم خونم رو عوض میکنم، یه جایی خداوند 3 تا یخچال به من داده، نمیدونم چیکارشون کنم، که بدم. یه بار یخچال خریدم، اونم یخچال نخریدم، وسایل خانه رو کامل خریدم که کل وسایل خانه رو همینجور برام رسید انگار هدیه، یعنی شاید با 1/10 قیمت خریدم. یعنی از جنس یخچالی که توی بنده دادی خداوند متعال از جنس اون، غیر از اون لطف و کرم و الهی. این همه سال کرایه نشین بودم، یه بار نشده که همه شنیدم از افرادی که کرایه نشینن که صاحب خونه بهشون فوش بیده، بد و بیرا میده و نمیدونم فلان و اذیت و نمیدونم سر و صدا و فلان و الا. یه بار نشده که همین چیزایی که از مردم میشنوم برای من اتفاق افتاده باشه. برعکس تو اسلام آباد میخواستیم بریم، 3 ماه بعد برگردیم، دانشجو بودیم، نمیدونستم بر میگردم یا نه بر نمیگردم. صاحب خونه اومد که آقا 3 ماه تو نیستی، وسایل رو تو بذار توی خونه، بعد از 3 ماه که اومدی این 3 ماه ازت کرایه نمیخوام، بعد از 3 ماه کرایه بده. گفتم نه، شاید رفتم و بر نگشتم، کار دیگه قاچاقی میرفتیم و یک دنیایی بود، شاید خطر دیگه و یک سیستمی نمیدونم پلیسی ددمنش رو برو بودیم. گفتم شاید بر نگم. گفت آقا اگر بر نگشتی خب وسایل یک چیزی که نداری، این چه نرقات وسایلت رو من میفروشم برات نگه میدارم پولتو میفرستم. گفتم نه. هر کار کرد گفت آقا بذار این وسایل رو بذار پیش همینجا و خونه از خودت. نه. بعد که رفتم دیدم که این بنده خدا 2 ماه یا 3 ماه چقدر حقوق کرایه رو برگردونده بود نگرفتش. یعنی همیشه صاحب خونه‌ای که داشتیم گل بودن. نتیجه خوبی رو در دنیا می‌بینیم قبل از آخرت. نتیجه انفاق فی سبیل الله رو در دنیا می‌بینیم قبل از آخرت. همه این کارا واسه من نوعی و اکیدن برای خواهر برادرام هم همینجوری پوزیه، من ازشون نپرسید. به هر حال اینا واسه من در سرزمین‌های غربت و هجرت به اتفاق افتاده، نه به خاطر کوچکترین خوبی که من کرده باشم، نه به خاطر کوچکترین انفاقی که من کرده باشم. تمامی اینها به خاطر فضل الله متعال و اون حکمت و درایت اون پدر و مادر بود. زندگی من رو اونا حفظ کردن با خوبی‌های خودشون. عزیز من، اگر میخوای آینده بچه‌هات رو حفظ کنی از خودت شروع کن. هر کاری که تو امروز بکنی انعکاسش روی بچه‌هات هست. مطمئن باش. مطمئن. استاد سجودی تعریف میکرد، میگفت که دخترم رو ازدواج دادم. تو خانواده اومدن خیلی بچه گلی داشتن. ازدواج کرد، یه داماد گلی داره. گفت که یه روزی داماده به دخترم میگه که خانم یه چیزی بهت بگم، یه راز. گفتم من. بهش گفته بود که من زندگیم رو مدیون پدرت هستم، واسه همینه که هر روز دستشو میبوسم، واسه همینه که اینقدر دوستش دارم.
از پدر و مادرم بیشتر دوستش دارم، واسه همینه که اینقدر احترام و عزت تو رو دارم، تو از چشام واسم عزیزتری. خانومه میگه که چرا؟ چی شده؟ دختر استاد سجودی ها. میگه چی شده؟ چطور؟ میگه من بچه بودم، ما تو منطقه شما زندگی میکردیم. یه روز بابات رد شد، وقت مدرسه بود، منو دید، اصلا پرسید پسر چرا مدرسه نرفتی؟ گفتم مدرسه نمیرم، من کار میکنم. چرا کار میکنی؟ چرا مدرسه نمیری؟ بچه کوچیک بودم. گفتم والله پدرم وضعش خوب نیست، تو منو گذاشته تو کار میکنم و تو خرج زندگی کمکش کنم. میگه دست منو گرفت برد پیش پدرم. از پدرم پرسید این بچه کار میکنه درآمدش چقدره؟ گفت درآمدش اینقدر. مدرسه بره چقدر خرج داره؟ گفت خرجش اینقدر. به پدرم گفت عزیز جان این بچه رو بذار بره مدرسه، 2 برابر درآمدش من بگیرم و خرج مدرسهش هم با من. میگه من رفتم مدرسه، خرج مدرسه و کیف و لباس و همه چیز رو بابات خرید، منو فرستاد مدرسه، خرج مدرسه شد با باباتم و به صورت اون درآمدی که من میداشتم بیشتر از اون به پدرم میداد تا یه مدتی و زندگی ما به چرخش افتاد و ما بی‌نیاز شدیم و من به این صورت ساخته شدم. میگه دخترم اومد واسه من این حکایت رو تعریف کرد. میگه اشک از چشمام سرازیر شد. خدای باریلا، من این خانواده رو اصلا یادم نیست. حکایت 20-30 سال پیشه. من اصلا انگار که اینا رو دیدم. وقتی هم اومدن خواستگاری اصلا حرفی از این نشد. ما رفتیم تحقیق کردیم، اصلا یادم نیست که پدر اینا رو دیده باشم، اینا رو شناخته باشم. من فراموش کردم، الله فراموش نکرد، چون که من به این پسر بچه خیری کرده بودم. خداوند متعال این پسر بزرگ شد، اینو کرد پسر من و الان داره خدمت دختر من میکنه. تو دنیا خداوند با ما و شما اینطوری معامله میکنه. تصور کن تو آخرت حکایت چطور است. میخوای آینده بچه‌هات رو حفظ کنی؟ از اینجا شروع کن، از خودت. الله قوت.